کابل است. مرکزش از دوستان عزیز قسمی که در تصویر میبینید بازار شما میجه است. دیگه فروشگاه یا مرکز خرید دشت بچی دوستان عزیز این همی بخشی که شهر کابل است. دو طرفه دوستان عزیز طرف تکه فروشی ها هست. کلا دوستان عزیز تکه های رنگ و رنگ است. دیگه اون قسمی که در تصویر میبینید تجارتی است. دوشکی طرفی هم براتون نشان بدم. این مرکز تجارتی شاهین است. یعنی غرب سیتی سنتر از دوستان عزیز که پردهسرای هر گام دوستان عزیز در این بخش موقعیت داره. غرب سیتی سنتر. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتان طبق میل دلتان و همونطور که دوست دارین سپری شود. دوستان نهایت گرامی بازم در دشت برچی هستیم و در کجا؟ در ایستگاه نقاش. سرک اون طرف کندنکاری شده، کلم سرک جور میشه، پیاده رو شما همچنان تخریب شده. این طرف در بیم ساختمان ها رو بینین دوستان عزیز. کورس دریوری و تکنیکی کابل به ایستگاه دواخانه مارکت سالار نقل مکان نموده. من گفتم البته میشه از که لوحیش زدن. آفتاب بسیار داغ است دوستان عزیز. با وجود از این که در ویدیو گذاشتم گفتم که ماه سنبوله تقریبا خزان هست و اواخر سنبوله است دوستان، یعنی از نیمه سنبوله گذشته به این طرف، اما بازم هوا به شدت گرم میشه و آدم بسیار آزار میده. این سرک دوستان عزیز سرک نوساخت معلوم میشه به خاطر خانه های دور برش تازه جور کردن و تخریبات شده و خط کشی ها و چیزایش هم تازه هست. دوستان که در دشت برچی شهر کابل هستن برای ما بگوین که سرک از کجا به کجا میره دوستان عزیز. از کجا شخ میفهمین که ما دیگه در ایستگاه نقاش هستیم. به کجا میره سرک کجا هست. طرف هم دوستان عزیز دست فروش ها هستن، میوه میفروشن. طرف هم شیرینی سرای کاج هست. این هم دیگه دوستان عزیز کوچه کاج باشه نیست، این نخبگان است یا می باشه نمیفهم. خب مقصد مرکز آموزشی کاج هم میشه از دوستان عزیز در این بخش هست که یکی از معتبرترین و بهترین مرکزهای آموزشی در سطح کابل است که سالها دیگه در بخش آموزش ریاضیات و البته دوستان عزیز کنکور خدمات آموزش داده و شاگردایش حتی توانستن لقب اول نمرگی کنکور عمومی افغانستان را به دست بیارن. دوستان از این طرف رفته و بسیار داغ است، بسیار و به حد و به اندازه. میریم اون طرف سرک دیر میشیم یک ذره که دیگه زد شده. این تو موترسیکل میروانند دوستان عزیز. باز یک وقتی که تکر کردن یا کنم موتر زدشون گناه را سر موتر یا دریور بیچاره میندازن. نگاه نکنین یه قسمی دواندن خوب نیست، بر علاوه که قسمی خوب نیست به خودتون ضرر داره دوستان عزیز و مردم همچنان آسیب میرسانه و صدای از این بسیار مزاحمت ایجاد میکنه مردم. خب دوستان عزیز رسیدیم به ایستگاه دواخانه، ایستگاه نقاش گذشتیم. این دیگه مرکز دشت برچی شهر کابل است. مرکزش از دوستان عزیز قسمی که در تصویر میبینید بازار شما میجه است.
دیگه فروشگاه یا مرکز خرید دشت برچی دوستان عزیز اینمی بخشی که شهر کابل است. دو طرفه دوستان عزیز فروشگاه ها هست، هم در این طرف سرک هم در اون طرف سرک. او طرف سرک چون دیگه دوستان عزیز تا بسیار داغ است نرفتیم. میام قصر عروسی دوستان عزیز و مرکز تجارتی احمد یار. قصر عروسی و مرکز تجارتی احمد یار در تصویر دیدین. بیایم دوباره به طرف بازار دوستان عزیز. اون طرف چون هفته است مردم قدر نمیره، می طرفش هم بازارش قدر پر جمع جوش نیست، اما از اون طرف کرده خوب است. طرف تکه فروشی ها هست کلا دوستان عزیز، تکه های رنگ و رنگ است دیگه. اون قسمه که در تصویر میبینید این طرف شم دست فروشی ها هست دوستان عزیز، کراچی ها هست. از طرف شروال کابل مانده شده. از دیگه بخش شهر کابل دوستان عزیز جمع کردن این بخش کراچی ها را، هستای منی را، شاه را، این طرف ها را. از این بخش دوستان عزیز حتما چون که بیربار نداره یا که مزاحمت ایجاد نمیکنه گذاشتن و این طرف دست نزدن. این طرف دوستان عزیز مرکزهای تجارتی است. دوشکی طرفی هم براتون نشان بدم. این مرکز تجارتی شاهین است، یعنی غرب سیتی سنتر است دوستان عزیز که پرده سرای هر گام دوستان عزیز در این بخش موقعیت داره. غرب سیتی سنتر کلا دیگه بازار دشت برچی دوستان عزیز در این بخش موقعیت دارد. یعنی میوه خشک فروشی هست، چادر و تکه و همه چیزا. طرفا دیگه خوب بیربار داره دوستان عزیز. از دیگه طرفا کرده جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان. برای خداوند کمک کنید. خودتان دوستان عزیز شنیدین که چی گفت. از ایستگاه نقاش هم دوستان عزیز گذشتیم. اینجا دیگه ایستگاه تانگتیل میشه. تانگتیل اون طرف است فکر کنم. دیگه بازار کلا همینجا است و پیشتر دوستان عزیز یک ذره دیگه بازار نداره. دشت برچی فقط این بازارش است که بین ایستگاه نقاش، دواخانه و ایستگاه تانگتیل موقعیت داره. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.